31 سال شی که در همین منطقه زندگی میکردیم. پس 31 سال همین سال 3 اپریل همین حادثه به سر ما روی داد. ما 3 اپریل همین گل گودک نگرفتیم گریختیم خیلی با کوچه‌ها با ادیرو با ایسوس خیلی گشتیم 7 ساعت دتای بارون استودیم. پس 7 ساعت خیلی بر رئیس حکومت سراز رئیس حکومت اومد گفت که خیلی نگاه کرد اون سیل پله برابرمون اومد نگاه کرد و همجا گفت خیلی برای گفتن در مسجد جاشون کنه اومدیم در مسجد اینم جا گرفتیم. اینا 15 روز میشود 15 16 روز میشه که در همین مسجد خوبیم 24 بنایم هر یا بنایمون در اویلمون 3 تا کلنی 4 تا کلنی با 4 گودکی 5 گودکی زندگی میکنه. در 15 روز ما در این مسجد خوبیم. خیر رئیس حکومت اولی که روز اول یک برمت خبر مون گرفت. رئیس جماعت دو برمت خبر مون گرفت. همین کلاش درون کرده رئیس حکومت برمت برد. ما در دیگه نهیه‌ها دیدیم رشت مثال تاجیک‌آباد پامیر فرو میرفت نه دیگه جاها کلوب میدیدیم رئیس حکومت غمخوریش بسیار بود. ما را وقتی که خود خامبید یگان میدان دقت نکردیم اولی دو گفتیم زنده باشه امام علی رحمان نگهمون میکنه هم خیلی چون این سخنای ما در رئیس جنوب نمیرسه چون خیلی که اینا 15 روز میشه تبادل نمیرسه. ما رفتیم پدر 2 روز پیش رئیس حکومت رفتیم. رئیس حکومت میگه طاقت که نبسته میگه ممکن که میگه خیلی جواب ای بالا بیاد جاتون میتمون 3000 سومون. آخه من در 15 اهالی باید من جا کنم در 15 آدم آخه من خیلی 3000 قطعه با اور خونه کنم و بشینم. ما جنوب خیلی می نداریم خیلی دیگه شهرها را نگاه کرد ما هم تا این درجه نگاه کرد پدرش رحمت کنه خدا پروردگار دولتش ایو زیاد کنه نه که ما هم نگاه کنه آخی ما هم رئیس حکومت مو نگاه کنه جنوب نگاه کنه. دچرا وقتی که دچرا میگن که مردمی دچرا که بره بشینه میگه این بوستان سرایه. خب بوستان سرای در وقتش بود روز قشلاق شده 50 بار ما عرضه دادیم کمش در هر یه رئیس شهرمون تحت عرضه من است یگان چی چاره نمیبینه حالی که کارتای زمین جدا کنن و شما را زمین میتیم این خداوند تعالی ما را میمونه که با کارتای زمین جدا کنه این خیر خداوند تعالی خود اومد نیتا 15 روز میشم 15 کس کجا میبرم بچم من پدر ندارم مادر ندارم اکا ندارم آخه همه که امگه بچه 15 آدم نگه بین کدام میتونه ایمی شما ای جنوبی اولی همین خوشمنده که خدا دولت ایو زیاد کنه و دادی همین مای به صحیح بای به کسب رسه ما فرزند کردیم بچه کردیم در روان خدمت روی کردیم که ما را فقط با حضرم داریم آینده که با آینده مردم درخشان کنه ما داریم نه با فرزندای داریم که ما ممکن که پستی سر ما یا ملک مملکت نگاه کنن دو تا بچه من در اون کار میکنه شاوکار میه من جایی نمیام که پیشا که او را خوخ کنم جایی نمیام که با او را اوقات کنم و بخزه شهر را خونه با تونل دکار کنه آخه ما هیچ وقت این حکومت خیلی باری نداشتیم خیلی امید نداشتیم در کدام خونه میریم در کدام کارخونه میریم میگه این شخصیه این بایا گرفتنی را شخصی کردن کم بغلا که جا برو در می درون مسجد ما 15 روز شد 3 روز شد 3 بار من ابله وستر میکنم چی فرزندامون برای خدمت دولت در کار خونم پرتفتنی گرچه که فرزندام ما را سر پج میکنه که ارمیا ببره با قد ما را برسه اخی ما فرزندا را زاییدیم عذاب کشیدیم این روز دست ما را بگیره شما اخی نیتش من اجارهشین بدم در همون جا هم این میhoz زلال دیدم من همه چی انجام داشتم او اومد همین تای پدول همون قای قرپاس شد برمادم هم قشنگ میدونم پایلی چقدر چور بود که من تا خیلی خیلی خوی میره میگه اینجا وجه هم خیلی میگه ای که زلال دیده چیه می اور بده خیلی اور دای خیلی خداوندم ترمیم کرده که انجام خونم چی چیزی داشتم هم از زندگیم نمونده اینا 4 بوده که مکتب خون دارم در بدر روز در مسجد شب در خونه خالم بوده که کم مکتب باقی بخوی خونه خالرم خونه خیش تور تا تیار میکنم یا شوی که چی هست پس نه دارم نمیتونه دیگه نه خونم دختر میتونه هیچ چیز نیست سلامتیش خوب نیست او را ما کسلی باری که هم مای همسایه همه خیلی زلال دیدن میگن نه اونجا جای استراحت بود چه هفته خریدیم شیشته $10,000 دا ما خریدیم اونجا را سرو کردیمش هیل شده که هیل شده نمیخریدیم وقتی که ما اومدیم همینجا خونه ساختیم همین دایره یک دایره میده بود خیلی همین حالاتای فوق‌العاده اومد همین خیلی منکر ما بجوری خود اومد از خونه ما پاک زکفی ده تماما حالت زندگی کردن در همینجا نیست من در مکتب طلبه مکتب دارم کارگر دارم
من چیکار کنم کارگر میبینم در مکتب همین چیزی که اصل طلبات کارگر خور رفتن نتونه جور نمیشه من جور اومم رئیس میام سوال شومته میگم خبر اجازه بگین خم مردم در کوچه موندگی میگم مدیران میشه خاطر رئیس حکومت گال زنه الان یک ما پیش رفتار میکنم ما میره پیش حکومت چی میکنه خوش